ما را کرونا نه، بلکه چندست که مردم سیاره اندر باب کرونا فکر میکنند و به تهلکه افتادند. حالا این ویروس گریبان مردمان زیاده از 200 دولت جهان را گرفته است. از مشاهده های اخیر چنین خلاصه کردیم که ما را نه کرونا بلکه همین هم ملتان خود میکشند. یکم، پیش از آغاز این ویروس نرخ آرد را بی‌حیانه و بداخلاقانه در یک شب بلند کردند. آیا این مگر درست است؟ دوم، فهمیدند که سیرپیاز و 1000 سپند ویروس را میکشته است، نرخش را آسمانی کردند. آیا این آدمگری است؟ سوم، همان نقابی که تا این زمان نرخش همگی 1 سامانی بود با 2، 3 و حتی 5 سامانی تبدیل کردند. چهارم، دستپوشک های دختری که همگی 1.5 سامانی تا این زمان ارزش داشتند نرخش به 5 سامانی رسید. پنجم، همان شیشه‌چه سپیرتی که همگی 2، 3 سامانی نرخ داشت و فروخته می شد، بعد همه این آوازه های کرونا ویروس آن را 11 سامانی کردند. آیا این درست است؟ چند سوال به فروشنده هایی که به این عمل های ساخته دست میزنند. یکم، شما مسلمانید؟ جواب من، اگر شما مسلمانید پس من از این مسلمانگری شما هزاران مراتبه بیزارم. دوم، شما رحم دارید؟ جواب من، اگر رحم می داشتید این ملت را در لحظه های مشکل غارت نمی کردید. سوم، شما آیا از نسل بشرید؟ جواب من، اگر شما انسان می بودید با انسان های دیگر حتما رحم می کردید. چهارم، آیا شما عقل دارید؟ جواب من، اگر عقل می داشتید مثل مردمان دیگر دولت هایی که به این ویروس گرفتارند این چیزها را تا حد امکان برای هم ملتان خیش رایگان هدیه می نمودید. پنجم، آیا این غارتگریتان در آینده ادامه می یابد؟ جواب من تنها 3 نقطه است. این را خدا می داند و تنها شما. خلاصه، خدایا ما از ویروس هایت نمی ترسیم بلکه از آدمان ویروس طبیعتت می ترسیم، زیرا ویروس را تبابت کرده می شود اما این آدمان تبابت ندارند.